شنوندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار را از تلویزیون تاجیکستان منظوری شما می‌نماییم. طوری خبر دادیم 12 می در عرفه ماه شریف رمضان در مجمع دولتی کوخ بوربت ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با نمایندگان جامعه مملکت برگزار گردید. گزارش خبرنگاران ما از خدمات مطبوعاتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. 12 می سال 2018 در کوخ بوربت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در عرفه ماه شریف رمضان با مسئولین مقامات مرکزی و محلی حاکمیت دولتی، نمایندگان فعال ساحه‌های اجتماعی، عالمان، ضیایان ایجادکار و خادمان دین ملاقات کردند. نخست سرور دولت همه اشتراکچیان ملاقات و کل مردم کشور را با فرارسی ایام رحمت و مغفرت شادباش گفته درباره فضیلت‌های نکوی ماه شریف رمضان اندیشه‌رانی کردند. تاکید گردید که ماه رمضان به صفت یکی از رکن‌های دین مبین اسلام امتحان نفس و جسم سرکش انسانی بوده آدمان را به صبر و تحمل، احترام یکدیگر، رحم و شفقت و کمک نمودن به احتیاجمندان و کمیزواتان هدایت می‌سازد. در جریان ملاقات پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان دقت اشتراکچیان را به وضع زود تغییر یابنده جامعه جهانی، اوضاع مرکب سیاسی در بعضی کشورهای عالم، حالت دسترسی اهالی سیاره به نعمت‌های مادی و ثروت‌های طبیعی، تأثیر تغییریابی اقلیم و نزاع‌های سال‌های اخیر به تشکل دنیای معنوی انسانیت، اینچنین دیگر مسائل مبرم روز جلب کردند. از جمله آید به اهمیت تلاش‌ها و تدبیرهای جمهوری تاجیکستان در عرصه بین‌المللی در سمت حل مشکلات آب آشامیدنی سخنرانی نموده. سرور دولت محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که هر سال تنها با سبب نارسایی آب تازه آشامیدنی 1,400,000 کودک اذیت کشیده، هر دقیقه یک کودک نوزاد از بیماری‌های سرایتی وابسته به نارسایی آب تازه و محیط پاک به هلاکت می‌رسد. همه سال از شماره عمومی اهالی سیاره با سبب نارسایی آب 3,400,000 نفر وفات کرده. 31% مؤسسه‌های تحصیلات عمومی جهان به آب تازه دسترسی ندارند. غیر از این قریب 800 میلیون نفر اهالی سیاره از نارسایی غذا اذیت کشیده، 1 میلیارد نفر کودکان در شرایط قشاقی زندگی می‌کنند و با همین علت هر سال 22,000 نفر کودک وفات می‌کند. وابسته به وضع ناآرام سیاسی در کشورهای جنگ زده عالم سرور دولت محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که وضعیت نهایت حساس و ناآرام جهان ما و شما را وادار می‌کند که نسبت به هر وقت دیگر زیرک و هوشیار باشیم، در غفلت نمانیم، منفعت و ضرر خود را در گفتار و عمل خویش درست درک کنیم، به قدر بزرگترین نعمت و دستاوردهای زندگیمان استقلالت و آزادی، صاحب وطنی و صاحب دولتی، صلح و آرامی و وحدت ملی رسیم. در جمعیت امروزه با مسئولین مقامات مرکزی و محلی حاکمیت دولتی، نمایندگان فعال ساحه‌های اجتماعی، عالمان، ضیایان ایجادکار و خادمان دین، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بار دیگر آید به ضرورت قبول قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند و درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان اندیشه‌رانی کرده از اهل جامعه کشور رعایت مقررات قانون‌ها را طلب نمودند. بعد سخنرانی پرمحتوای اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، پروکورور گنرالی جمهوری تاجیکستان رحمان یوسف، باید به تامین ولایت قانون، وزیر کارهای داخلی رحیمزاده رمضان درباره وضع پیشگیری جنایت و جنایتکاری، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی سیمومین یتیموف باید به تامین امنیت دولت و ملت، وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان عالمزاده نسیم باید به حفظ سالمی جامعه گزارش دادند. در گزارش پروکورور گنرالی اطلاع داده شد که در شرایط آرام و آسوده جامعه تاجیکستان با شرافت سیاست دولت و حکومت، اتحادیه‌های دینی و جمعیت‌ها آزادانه فعالیت می‌برند. آزادی وجدان در اساس قانون‌های عمل کننده تامین است، ولی هستند حالت‌هایی که یک گروه سرخطیبان و خادمان دین طلبات قانون‌ها را ویران کرده به عمل‌های زیاده‌روی دست می‌زنند. تا امروز اکثر این شخصان دستگیر و نسبت به آنها پرونده‌ها گشوده شده است. وزیر کارهای داخلی جمهوری ضمن گزارش درباره وضع جنایتکاری، قانونشکنی در مسئله استفاده زمین، پیشگیری گردش غیرقانونی مواد نشه‌آور در یک قطار شهر و ناحیه‌های مملکت، به خصوص در ولایت مختار کوهستان بدخشان و ولایت ختلان، حالت کشادن عمل‌های جنایی اطلاع مفصل داد.
ضمن گزارش رئیس کمیته دولتی امنیت ملی اوید به اندیشیدن تدبیرهای مشخص در سمت تامین امنیت دولت و ملت، آشکار و پیشگیری حالتهای شامل‌شوی شهروندان به گروه‌های تندگرا و افراطی، مبارزه با قانونشکنی در سرحد دولتی اطلاع داده شد. در گزارش وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان اساساً اوید به وضع سالمی جامعه، مبارزه و پیشگیری پهنشوی بیماری‌های سیراتی در بین اهالی، وضع مرکزهای سلامتی، دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان اوید به ساحه تندرستی و حفظ اجتماعی معلومات داده شد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان به حکومت جمهوری تاجیکستان، دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پروکراتور گنرالی، وزارت کارهای داخلی، کمیته دولتی امنیت ملی و وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان دستور دادند که برای اجرای سفارش‌های در ملاقات ذکر گردیده بهر تامین ولایت قانون، پیشگیری همه گونه جنایتکاری و قانونشکنی‌ها، حفظ مقدسات ملی، بالا گذاشتن منفعت دولت، درست به راه ماندن تشخیص و طبابت، تعمیر و ترمیم و بنیاد مؤسسه‌های تندرستی، مخصوصا مرکزهای سلامتی، بنگاه‌های طبی در بین اهالی کارهای ترغیباتی و تشویقاتی برند و تدبیرهای مشخص و سری وقتی اندیشند. سفارش‌های دیگر به مسئولین مقامات مرکزی و محلی حکومت دولتی اوید به تعلیم و تربیت نسل نورس در راه خویشتن‌شناسی و وطنپرستی، بنیاد مؤسسه‌های معاصر تعلیمی، کتابخانه و حمام‌ها با سرتاراشخانه و کاشانه حسن، باغ و گلگشت‌ها و جایهای سیر و استراحت عاموی، کارخانه‌های استحصالی از جمله کارگاه‌های دوزندگی، استحصال مصنوعات هنرهای مردمی در هر یک جماعت و دهات کشور، با آبی با صفت آشامیدنی تامین نمودن اهالی دهه‌ها، تعمیر راه بین دهه‌ها، رعایت قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند و درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان داده شدند. در ملاقات همچنین چند تن از عالمان، زیایان، خادمان دین، صاحبکاران از ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت‌های ختلان و سوخت، شهر دوشنبه و ناحیه رشت، از جمله عثمان علی نوروف، سرخطیب مسجد جامع مرکزی شهر باختر ولایت ختلان، حاجی حسین موسی‌زاده، سرخطیب مسجد جامع مرکزی شهر خوجند ولایت سوخت، صدری فیضیف، صاحبکار از ناحیه دیوشتیچ، سریا اوروقوا، دیرکتور جمعیت دارای مسئولیت محدود گروه صمیمی ساختمان، نرگیس شرمتова، دیرکتور جمعیت دارای مسئولیت محدود شرمتова نرگیس، عبدالصمد سعیدов، صاحبکار از شهر استرافشان، عبدالاحد مومینов، راهبر جمعیت دارای مسئولیت محدود الیگانت شهر بوستان، شفاعت وطنشویeva، صاحبکار از شهر خاروق، بختیار عبادالله زاده، دیرکتور جمعیت دارای مسئولیت محدود شهر زیبایمن شهر دوشنبه، رعنا نظرova، دیرکتور جمعیت دارای مسئولیت محدود درخش و فروخ مومینov، راهبر شرکت راه سامان برآمد کرده نسبت به هدف‌های ارزشمند راهبریت دولت و حکومت کشور، تشبس‌های جهانی پیشوای ملت در سطح بین‌المللی اوید به حل مشکلات آبی آشامیدنی، دستگیری حکومت کشور اوید به رشد صاحبکاری در مملکت، اجرای حتمی قانون و قرارهای دولتی، اینچنین دیگر مسائل مبرم جامعه اندیشه‌رانی کردند. ضمن برآمد خود صاحبکاران وطندوست جمهوری اساساً تشبس پیش گرفتند که با جانبداری از سیاست نیک و آینده‌دار راهبریت دولت و حکومت در کارهای سازندگی و بنیادکاری توسط تعمیر و ترمیم و ساختمان راه‌ها، مکتب‌ها، مرکزهای تندرستی، بنگاه‌های طبی و دیگر انشاءات ضروری فعالانه اشتراک می‌کنند. بعد محاکمه پوره مسائل ملاقات سرور دولت محترم امامعلی رحمان از اهل جامعه کشور دعوت به عمل آوردند که با رعایت عنعنه‌های نکوی اجدادی به مسئله انجام تدبیرهای سازندگی و بنیادکاری، درست تشکیل و به راه ماندن مراسم ادای حج، اجرای تدبیرهای خیر و ثواب، دراز کردن دست سخا به احتیاجمندان، یتیمان و کمبزاعتان، غمخواری نسبت به پدر و مادر، خواهر و برادران خویش توجه مخصوص دهند. در آخر پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با اطمینان ابراز داشتند که هر فردی با ننگ و ناموس ملت من بعد نیز به خاطر آبادی و پیشرفت وطن عزیزمان، حیات آسایشته مردم، تحکیم صلح و ثبات، وحدت ملی و استقبال ارزنده جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان محبوبمان سعی و تلاش خواهند کرد. ادامه اخبار. با افتخار جشن‌های ملی و دولتی در پیش ایستاده در مرکز ولایت ختلان شهر باختر کارهای آبادانی و بنیادکاری و سازندگی وسعت بیشتر پیدا می‌کند. عین زمان در مرکز و محله‌های شهر باختر ساختمان بیش از 40 بنا و انشاءات دارای تعینات گوناگون ادامه دارند که بیشتر از 20 تای آن تا انتهای سال مورد بهره برداری قرار داده می‌شوند. از روند اقدام‌های آبادکاری در شهر باختر عبدالرزاق عزیز گزارش می‌دهد.
شهر بختر یکی از کلانترین و زیباترین شهرهای تاجیکستان عزیز محسوب یافته روز از روز باز هم سیمای زیبنده و به خود خاص را کسب می‌کند. در دایره تدبیرهای آبادانی به استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، ساختمان و بنیاد بیناهای بلندآشانه استقامتی، معماری، انشاءات تعلیمی و تندرستی و ورزشی در حدود شهر با شدت جریان دارد. طوری از شعبه معماری و شهرسازی مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر بختر به ما اطلاع دادند در مرکز و 30 محله شهر بختر بیشتر از 40 عدد انشاءات دارای تعینات گوناگون قامت می‌افروزند. نمایندگان ساحه و سطح چنین اقدام‌های آبادانی را از نقشه‌چاربینی‌ها با افتخار استقبال سزاوار از 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ارزیابی کردند. اکثر انشاءات بنیادشونده با مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی، سهم صاحبکاران و گرانت‌های وطنی و خارجی بنیاد می‌گردند. ساختمان مرکزی تشخیصی و طبابتی عکس شفا با سهم صاحبکاران جریان داشته در نظر است که در روزهای گرامی داشت از جشن بزرگ ملی به یک مجموعه تشخیصی مجهز با تجهیزات و دستگاه‌های ساخت آخرین طبی تأمین می‌گردد. اقدام گرفتیم که در شهر بختر، در شهر بختر عزیزمون یک مرکز تشخیصی و طبابتی با نام عکس شفا تشکیل کنیم برای بیمارای ولایتمون هم وقت خدمت رسانیم، برای که تجهیزات‌هایی که ما می‌بریم تجهیزات‌های معاصر می‌باشند نیست در ولایت خلقان. خدا خواهد من یکمین بار مقدمه مشاهده می‌کنیم، حرکت می‌کنیم که در خدمت خلق باشیم. به همین شبه انشاءات بزرگ تندرستی در بیمارخانه کلینیکی به نام بوری واحد فی ولایت ختلون با سرعت ادامه دارد. در اینجا تولدخانه و شعبه احیاگری بنیاد کرده می شود. ساختمان تولدخانه در دایره تطبیق لایحه حفظ مادر و کودک و بهتر نمودن وضع سمت یاری تجلی و مبلغ‌گذاری حکومت جمهوری تاجیکستان جریان دارد. ساختمانچیان شرکت جمعیت دارای مسئولیت محدود دولت با جلب بیش از 100 نفر کارگران محلی در تطبیق طرح معاصر زحمت می‌کشند. بینوی دو قبطه تولدخانه از نوسازی کرده می شود و به طور زمانی ساخته می شود. در دوام 3 سال نصیب باشد و استفاده می شود و به تمام تجهیزات‌های زمانوی تامین کرده می شود. سال تا سال نفوذ اهالی در شهر بختر به مشاهده می رسد. در مساحت 2457 گکتار نزدیک به 110,000 نفر ساکنان زندگی می کنند. مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر بختر با نظرداشت حل مسئله های اجتماعی شهروندان در همکاری با صاحبکاران وطنی بنیاد بیناهای استقامتی بلندآشانه را نیز مورد هدف سازندگی قرار دادند. عین زمان ساختمان بیناهای بلندی از 4 تا 12 قبطه در کوچه‌های به نام صدرالدین عینی، کیهان‌آوردان، دوستی خلق‌ها، جلال‌الدین بلخی و محله بوربه در اساس نقشه نوی گنرالی در زمینه لایحه و معاصرترین طرح شهرآفرینی وسعت تازه دارد. 10 بینای استقامتی در عرفه گرامی داشت از استقلالیت دولتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در همین ردیف ساختمان کارخانه دوزندگی در کوچه دوستی خلق‌ها، بنیاد بینای ماموری سرریاست آمار نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ولایت، ساختمان مکتب برای 640 خواننده در یک بست در کوچه جلیلف، بنیاد کاخ فرهنگ و مرکز اطلاعات در کوچه بوربت، مرکز ولایتی تشخیص قلب در کوچه صدرالدین عینی و به این قبیل انشاءات دارای تعینات گوناگون با مرام ادامه می‌یابد. با قامت افروختن بینا و انشاءات مذکور در شهر بختر شماره زیادی جایهای کاری نو فراهم خواهد آمد. در شهر وحدت در دوره کارهای آبادانی و سازندگی عینی‌ها ساختمان انشاءات تعیناتشان گوناگون و بنیاد 8 بینای بلندآشانه با وسعت ادامه دارد. همچنین با سهم کارمندان اداره و تشکیل و جلب ساکنان با عملی نمودن کارهای تازه‌گردانی و سبز و خرم‌نمایی سیمای شهر باز هم زیبایی و نظرآور گردانیده می‌شود. گزارش محمدعلی عبدالکریم از شهر وحدت. در شهر وحدت شروع از آغاز سال جاری کارهای آبادانی و سازندگی و زیباگردانی روستا و مرکز شهر با شرکت فعالانه کارمندان، ساکنان، آموزگاران و دانشجویان با حس وطندوستی ادامه دارد. با شرکت فعالانه کارمندان صحن مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر باز هم زیبا گردانیده شد. کارمندان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر توانستند که با حشر دستجمعانه با شیناندن نهالهای همیشه سبز و آرایشی و گلهای صدبرگ گوناگون اینجا را باز هم نظرآور گردانند.
کارمندان ریاست خواجگی دولتی منزلی کمونالی و ساختمانی شهر وحدت کارهای آبادانی و زیباگردانی و چراغانکنی کوچه و محله و مرکز شهر را وسعت می‌بخشند. با مقصدی باز هم زیبایی و نظرآبا گردیدن سیمای مرکزی شهر، امروزها کارهای تازه‌گردانی، شیناندن نهال‌های همیشه سبز و آرایشی و گل‌های رنگارنگ با سهم کارمندان مؤسسه مذکور و توسط تکنیکا ادامه دارد. برای انتقال دادن پرتوهای سخت معیشی همه‌روزه از جانب کارمندان ریاست خواجگی دولتی منزلی کمونالی و ساختمانی شهر تدبیرهای ضروری راه‌اندازی کرده می‌شود. اطلاع داده شد که دوام 4 ماه سال جاری با سهم کارمندان مؤسسه در شفت راه‌های نقلیاتی زیاده از 800 بیخ نهال‌های آرایشی و همیشه سبز شینانده شد. ریاست خواجگی منزلی کمونالی و ساختمان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر وحدت از روزهای آفتابی استفاده برده برای رشد و نموی محل خوب و کوچه و تنگ‌کوچه و برای تازه نگاه داشتن سعی کوشش نموده ایستاده است و هر روزه از روزهای آفتابی استفاده برده گل‌های آماده نمودن گل‌ها را به نقشه گرفته شده است و هر روزه زیاده از 200-300 نمود گل‌های هر رنگه شونده شده است. مخصوصا در کوچه خیابان رودکی، در خیابان رودکی و کوچه خراسان و کوچه 20 سالگی استقلالیت هر روزه کار رفته ایستاده است. در دایره کارهای آبادانی و زیباگردانی با سهم کارمندان کارخانه دولتی فرعی به قیدگیری مال و ملک غیرمنقول در شهر وحدت صحن اداره مذکور باز هم نظرآبا گردیده است. آنها برای باز هم زیباتر نمودن صحن مؤسسه زیاده از 800 بیخ گل‌های رنگارنگ صدبرگ شیناندند. ذکر شد که روزهای استراحت کارمندان به حشر عمومی برآمده در کارهای تازه‌گردانی و آبادانی شهر سهمی ارزنده می‌گذارند. نمای بینای اساسی کارخانه فرعی واحد دولتی لایحه‌کش در شهر وحدت نیز در دایره کارهای آبادانی و سازندگی باز هم زیبا گردانیده شد. راهبریت کارخانه مذکور برای فعالیت روزمره کارمندان شرایط ضروری فراهم آوردند. گل‌های صدبرگ رنگارنگ شیناندن کارمندان صحن مؤسسه مذکور را باز هم زیباتر گردانیده است. کارمندان ریاست معارف شهر هم در پرتو دستور سپارش‌های سازنده اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کارهای آبادانی و سازندگی را در مؤسسه‌های تعلیمی و تا مکتبی شهر خوب براه ماندند. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 132 جماعت دهات گلستان تازه بنیاد بوده. عین حال در اینجا 1240 نفر خواننده به تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. آموزگاران و خوانندگان دوام 2 سال در شفت تعلیمگاه باغ نمونوی بنیاد کرده در آن درختان گوناگون میوه دهنده شینانیدند. ما باغ نو بنیاد کردیم که زیاده از 85 دانه نیالهای میوه دهنده شینانده شده است و همزمان در قسمت شفق آخر بینای قفای مؤسسه تعلیم باشد ما باغ خرما و در برج باشد باغ با علاهده گلاس شنوندیم که علاقه باغ گلاس هم در بهره درآمدگی است. مقصد چه است؟ مقصد اساسی ما در عمل تطبیق نمودن دستور سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و دستور سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان است که پیوسته تاکید می‌کنند که ما باید که وطن را آباد و زیبا گردانیم. در برابر کارهای سبز و خرمگردانی در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 132 آثارخانه تشکیل کرده شده است. همچنین در اینجا خوانندگان از جمله دختران به کسب و هنرآموزی جلب گردیده از آموزگاران پختن خوراک‌های ملی، طراحی و دوزندگی را از بر می‌نمایند. محمد علی عبدالکریم، شکرالله نورالله از شهر وحدت برای برنامه اطلاعاتی اخبار. استحصال محصولات کشاورزی از جمله سبزوات با اصول گیدروپونیکوی یعنی بی استفاده خاک در اکثر دولت‌های پیشرفته جهان تجربه شده است. این اصول در تاجیکستان از جانب متخصصان تجربه کرده شده نتیجه‌های نظررس را به بار آورد. زلفیه رحیم‌زاده معلوماتی بیشتر می‌دهد. کشاورزی یکی از ساحه‌های مهم اقتصاد ملی محسوب یافته با نظرداشت زیادشوی اهالی در سیاره و افزونشوی طلبات به محصولات عضوقواری مناسبت جدی و درست را تقاضا می‌نماید. امروزها در تمام دولت‌های پیشرفته جهان پرورش محصولات کشاورزی به خصوص سبزوات به استفاده خاک با اصول گیدروپونیکوی
роҳандозӣ гардидааст ки ҳосили он ба маротиб зиёд мебошад. ҳосилнокии чунин гармхонаҳои инноватсионӣ аз ҳар як бех ниҳоли помидор 7-8 килограммро ташкил медиҳад. сарфаи оби полезӣ низ нисбат ба усули анъанавӣ 8-10 маротиба камтар аст. чунин гармхонаи инноватсионии муосир ва истифодабарии нахҳои базалтӣ дар мамлакат соли 2017 дар шаҳри Бустони вилояти Суғд дар масоҳати 1800 метри мураббаъ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. дар гармхонаи инноватсионии мазкур помидор, бодиринг, лимӯ, қулфинай ва гулҳои ороишӣ бо усули гидропоникавӣ парвариш меёбанд. дар ин гармхона 1400 бех помидор, 550 бех ва зиёдтар клубника ва назди 4500 гул вуҷуд дорад дар инҷо. афзалиятноки ин дар он аст ки дар хок решааш калон мешавад ва растанӣ паст мемонад. дар инҷо решааш майда, аммо растанӣ худаш баланд мешавад ва ҳосилноки ин зиёд мешавад. гидропоника дар муқоиса бо парвариши сабзавот дар хок афзалият дорад. азбаски растанӣ ҳамавақт миқдори зарурии ғизоро мегирад, растанӣ бо қувват, солим ва назар ба хок тезтар месабзад. решаи растаниҳо ҳеҷ гоҳ аз хушкӣ ва ё нарасидани оксиген дар ҳолати бисёр обӣ азият намекашанд. азбаски сарфаи миқдори об бо осонӣ назорат карда мешавад, бинобар ин зарурияти ҳамарӯза об додани растаниҳо аз байн меравад. мушкилоти ҳашароти зараррасон ва касалии хок, истифодаи маводҳои кимиёвии заҳролуд бартараф карда мешаванд. масофаи байни неҳолҳо мо метавонем ки 20-25 сантиметр монем, аммо мо тахмин гирем ки инро сали то ним метр дуртар 40 сантиметр 35 сантиметр дур монем. вақте ки мо инро дуртар мемонем, инҷа боз ҷои холигӣ мемонад. барои инкишоф ёбиш ҳам нағз мешавад, ин пахтаро дубора истифода бурда мешавад. гидропоника ин яке аз усулҳои беҳтарини ҳалли масъалаи оби полезӣ дар кишварҳои гарм ва камоб аст ки аз истифодаи оқилонаи он ҳосилнокӣ ба маротиб афзуда дар як сол якчанд маротиба ҳосили сабзавот гирифтан мумкин аст. мувофиқи нақшаи дурнамо бунёди чунин гармхонаҳои инноватсионӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд зиёд карда хоҳад шуд. зулфия раҳимзода, дилшод юсуфӣ, вилояти Суғд, ахбор. ҷамъовари ҳосили сабзавоти барвақтӣ дар хоҷагиҳои кишоварзии мамлакат идома дорад ва дар ин шабу рӯзҳо деҳқонон дар таъмини фаровонии бозорҳо фаъолона саҳм мегузоранд. дар баробари ин содироти сабзавоти барвақтӣ низ ба хориҷи мамлакат аз ҷумла ба шаҳру вилоятҳои Федератсияи Россия дар асоси шартномаҳои ҳамкорӣ сурат гирифта. ҳамзамон соҳибкорони тоҷик ба бозорҳои шаҳру вилоятҳои Федератсияи Россия даҳҳо тонна маҳсулоти кишоварзӣ дастрас менамоянд. гузориши Маҳмадалӣ Сафар ва Хуршед Саидаҳмад. صادرات محصولات کشاورزی از جمله سبزوات بروقتی سال تا سال از شهر نویاهای ولایت ختلان و شهر و ولایت‌های فدراسیای روسیه بیشتر می‌گردد. امسال نیز در اساس شهرنامه‌های همکاری صاحبکاران تاجیک با خواجگیداران ولایت ختلان صادرات محصولات کشاورزی بخصوص پیاز بروقتی به فدراسیای روسیه صورت گرفت. همساله به شهرهای اوفق، خزان، سوردلوز، چلیابینسک، پرم، سامارا و دیگر شهر و ولایت‌های فدراسیای روسیه ده‌ها تن میوه سبزوات از جمهوری تاجیکستان صادرات کرده می‌شود. تنها از ناحیه جیهونی ولایت ختلان امسال صادرات پیاز بروقتی بیشتر از 40,000 تن به نقشه گرفته شده است که علاقه انتقال این نامگوی محصولات کشاورزی به خارج کشور از جمله فدراسیای روسیه و دیگر دولت‌های منطقه آغاز گردیده است. صاحبکاران تاجیک به شهر اوفای فدراسیای روسیه ده‌ها تن پیاز و دیگر سبزوات بروقتی را از جمهوری تاجیکستان صادرات نمودند که طلبات به محصولات از جهت اکولوژی تازه کشور ما در قلمرو فدراسیای روسیه خیلی زیاد میباشد. با نظرداشت طلبات روزافزون به محصولات کشاورزی جمهوری تاجیکستان در فدراسیای روسیه، بازار و مرکزهای فروش میوه سبزوات خوش‌طعم کشور ما با سهم فعالانه صاحبکاران تاجیک بنیاد کرده شده است. ما صاحبکارانی که در روسیه و خصوصا در جمهوری باشقرتستان کار و زندگی میکنیم، با اون امکانات هایی که امروز به ما حکومت تاجیکستان امکانات ها داده است که منم خیلی که زمین ها تقسیم کرده شده است، با اونجا مثال کشت و کار میکنن و محصولات خودشان رو به خارج کشور میبرارن و از این جهت مثال یک بهبودی زندگی مردم میشود.
дар бархе аз шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон ҳосили боғҳои мавҷуда аз ҷумла гелосу зардолу ва дигар номгӯи меваҳо пухта расидааст, ки дар баробари таъмини бозорҳои мамлакат содироти он ба хориҷ ба роҳ монда шудааст. кишоварзони вилояти хатлон аз ҷумла ноҳияи вахш имсол дар истеҳсоли сабзавоти барвақтӣ, помидору бодиринг ва дигар номгӯи маҳсулоти кишоварзӣ дар шароити гармхонаҳои мавсимӣ фаъолона саҳм гузошта, содироти маҳсулоти кишоварзӣ аз ин ноҳия ба хориҷи мамлакат даҳҳо тоннаро ташкил медиҳад. барои соҳибкорон ҷиҳати содироти меваи сабзавот ба хориҷи мамлакат имкониятҳои зиёд фароҳам оварда шуда, онҳо аз ин фурсати мусоид самаранок истифода менамоянд. маҳмадалӣ сафар, хуршед саидаҳмад аз Федератсияи Россия барои барномаи ахбор. бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор хотима меёбад. хайр то нашрҳои баъдӣ.